گوستینگ یا ترک ناگهانی یک رابطه، چیزی که امروزه بسیار اتفاق میفته و اثرات مخربی رو در طرف مقابل ایجاد میکنه. گوسترها عموماً احساس ناامنی شدید دارن. در رابطه های گذشته خودشون یا طرد شدن یا مورد آسیب و آزار قرار گرفتن و اون الگو رو در مورد رابطه های دیگه هم صادق میدونن. از هوش هیجانی پایینی برخوردارن و وقتی که در معرض احساس و عاطفه شدید قرار میگیرن نمیدونن که باید چی کار بکنن و ترجیح میدن که اون رابطه رو ترک کنن. از هر نوع تعارضی اجتناب میکنن، یعنی میترسن اگر که در یک رابطه قرار بگیرن یک مناقشه شکل بگیره یا مشاجره شکل بگیره و در نهایت ترس از مشاجره اونها رو از داشتن ارتباط باز می‌داره و دوست دارن که رابطه رو ترک بکنن. سبکی که انتخاب میکنن سبک دلبستگی اجتنابیه، یعنی از هر نوع رابطه‌ای که تبدیل به یک رابطه طولانی مدت میشه هراس دارن و خودشون از رابطه جدا میکنن.